بچه بهونه خوبیه واسه چسبیدن. تو که بچه نداری چرا بهش چسبیدی؟ خرجت هم که میگی نمیکنه. چون آدم رو راستیه. ظاهر و باطنش یکیه. فرید رو راستی؟ یه روده راست تو شکمش نیست. ولی تو از اون خیلی بدتری. فکر کردی نمیدونم وادارش کردی دلارای رفیق تو بخره؟ بهت گفته من مجبورش کردم. من خودم سر اون قضیه کلی ضرر دادم. شاید تو پولت پریده باشه ولی من بابت ضمانتم میافتم زندان. اون وقت آقا اینه خرج نکردنش؟ آره؟ همشون قشنگن عشقم. شما الان از من چی میخوای؟ پولی که فرید توی خونه خرج کرده پول من و بچه منه. شاید برای تو یه بازی ساده است ولی واسه من تمام زندگیمه که براش جون کندم. اگه مادر بودی میفهمیدی الان من اینجا چی کار میکنم. فکر کردی اگه پول داشتم یه لحظه باش زندگی میکردم؟ 24 ساعت طلبکارش دم در خونه. بچه من از ترس شب ادراری گرفته. میفهمی؟